نجیبه جان سلام. چرا فکر میکنین ژاپن در مورد ملاقات ممکنه دو رهبر ابراز نگرانی میکنه و معلومات تازه پیش شما چی است؟ بله، خب ببینین، البته در چندین ماه گذشته یا بعد از به قدرت، به خصوص بعد از به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ، جهان شاهد آزمایش‌های هسته‌ای و همچنان تهدیدهای بی‌باکانه کره شمالی بوده که این تهدیدها منطقه را به خصوص به خطر مواجه ساخته. چین مخصوصا احساس خطر میکنه و ژاپن. چرا ژاپن اهمیت داره؟ برای که ژاپن یگانه کشور در دنیاست که او اما پیامد تلخ، دردناک و فاجعه بار بم اتم دیده. در جنگ جهانی دوم بم اتم انداخته شد سر ژاپن و تقریبا بیشتر از 100,000 ژاپنی تلف شد. بنابراین ژاپن نگران است و ایرا به می خاطر از رئیس جمهور ترامپ از امریکا میخواد که پیش از اینکه اینا کدام تعهد بسپارن به کره شمالی، باید مطمئن شوند که تمام اسلحه هسته‌ای کره شمالی از بین بره، ثابت شود که از بین رفته و این هم که دیگه برگشت ناپذیر باشه. اگر ملاقات رئیس جمهور ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی طوری که انتظار می رود صورت گیرد، یک رویداد تاریخی خواهد بود. تاکنون هیچ یک از رؤسای جمهور بر حال ایالات متحده با یک رهبر کره شمالی ملاقات نکرده است. امیدوارم تا مذاکرات بسیار موفق داشته باشیم. اگر فکر کنیم که موفق نیست، مذاکره نمی کنیم. اگر فکر کنیم که مذاکرات مثمر نخواهد بود، نمی رویم. اگر ملاقات زمانی که آنجا هستم مثمر نباشد، محترمانه مذاکرات را ترک می کنم و به آنچه ما انجام می دهیم ادامه خواهیم داد. شینزو آبه، صدر اعظم ژاپن، در سفر مجدد به ایالات متحده در اقامتگاه مارالوگای رئیس جمهور ترامپ موضوع تجارت دوجانبه را مورد بحث قرار داد. اما نتیجه مذاکرات احتمالی بین ایالات متحده و کره شمالی برای ژاپن مهم است. آبی که از طریق ترجمان صحبت می کرد، ایالات متحده را ترغیب کرد تا تقاضای تخریب کامل، قابل تصدیق و برگشت ناپذیر برنامه هسته‌ای کره شمالی را قبل از هر نوع تعهد و یا امتیاز نماید. بعضی از مفسرین در مورد رسیدن به یک توافق احتمالی خوشبین هستند. فکر می کنم روش چین در برابر کره شمالی اساساً به خاطر آزمایش اتمی کره شمالی و به خاطر خطر به چین تغییر کرده است و چین از نظر اقتصادی بر کره شمالی فشار وارد کرده است. فکر می کنم کره شمالی می داند که این کشور واقعاً اقدام نظامی خواهد کرد. حمله هفته گذشته نشان داد که ایالات متحده چقدر پرقدرت است. دیروز سه‌شنبه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همچنان تایید کرد که مایک پامپئو رئیس CIA و نامزد کرسی وزارت خارجه، فردی که برای آمادگی پلان‌های این ملاقات میان آقای ترامپ و رهبر کره شمالی انتخاب شده است، از ایالات متحده به کره شمالی سفر کرده و با کیم جونگ اون ملاقات نموده است. سفر مخفیانه مایک پامپئو با کره شمالی او را من حیث فرستاده یا نماینده قابل اعتماد رئیس جمهور ترامپ در مراق توجه قرار داد. در همین حال رئیس جمهور ترامپ واضح ساخت که از سنا می خواهد تا تقرر وی را من حیث وزیر خارجه ایالات متحده تصدیق کند. فکر می کنم مایک پامپئو یکی از بهترین وزرای خارجه ایالات متحده خواهد بود. سناتوران احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه هیچ یک از سفر مخفیانه پامپئو به کره شمالی آگاهی نداشتند. فکر می کنم این نمایانگر اهمیت نامزدی پامپئو من حیث وزیر خارجه ایالات متحده است. کسانی هستند که می خواهند با نامزدی وی سیاسی بازی کنند، ولی شما می توانید ببینید که وی عمیقاً در یکی از مذاکرات به سطح بلند که تاکنون این کشور با یک دیکتاتور داشته که ایالات متحده را با سلاح هسته‌ای تهدید می کند دخیل است. اما با موجودیت یک مسیر پرخم و پیچ برای کسب رأی اعتماد از جانب سنا، چنین معلوم می شود که پامپئو هفته آینده از حمایت سنا برخوردار گردد و رأی اعتماد حاصل کند. وی همکنون یک نقش عمده را در دیپلماسی ایالات متحده بازی می کند.